و اما آیین نخلگردانی روستای پوده بیش از 100 سال است که در شب 7 محرم آغاز می شود. یاد غریبی حضرت زینب این آیین نخلگردانی انجام میشه. بالای 100 سال هست. بنده خودم 54 سالم هست. پیرغلامان امام حسین هستم. روز 7 محرم که شب 8 باشه تا امشب که شب 10 فردا شبم که شوم غریبونه 4 شب اینجا نخلگردانی. این آیین نخلگردانی با شکوه به ثبت میراث فرهنگی اصفهان هم رسیده. در سال 1396 شمسی به ثبت رسید در موزه معاصر استان اصفهان در میراث فرهنگی به عنوان یک رویداد فرهنگی و میراث فرهنگی به ثبت رسید. و اما سراغ پیرغلامان این آیین نخلگردانی هم رفتم تا بپرسم از آیین نخلگردانی در روزهای قدیم. از اول هر پایه‌ایش برای یک فامیلی بوده است، طایفه‌ای. مثلا ما فامیل های ترابی 1/4 ما فامیل. نخل میبستند همینجا میگردن اینا که ما یادمون میاد. بعداً روز عاشورا از اینجا حرکت میکنه تقریبا بس از همینجا از همین حسینیه بازار و در این مسیر میریم و روز سید حسین اینجا همه هیئت همه مردم جمع میشن اینجا عزاداری میکنند. سینه زن و نخلگردانان و علم زنجیزن همه میان اونجا ختم میشه دیگه. محمدیا بلند صلوات بده. محمد آل محمد.